توی این ویدیو میخوام بهتون بگم ما چند نوع سبک فرزندپروری داریم. سبک فرزندپروری مستبدانه، فرزندپروری سهلگیرانه، فرزندپروری بی‌اعتنا و فرزندپروری مقتدرانه. والدینی که سبک فرزندپروری مستبدانه دارن والدین بسیار سختگیری هستن، قوانین بیچون و چرا دارن و معمولا کودکانشون همیشه باید بهشون چشم بگن، به اصطلاح بکن نکنای زیادی برای کودک قائل هستن. والدینی که سبک فرزندپروری سهلگیرانه دارن معمولا بسیار مهربان هستند و در برابر خواسته ها و نیازهای کودکان انعطاف پذیری بالایی دارند و این والدین هستند که به کودکان چشم میگن. والدینی که سبک فرزندپروری بی‌اعتنا دارن والدینی هستند که مشغول کارهای شخصی خودشون هستن، کودک به تنهایی بازی میکنه و کمترین توجه رو به کودک خودشون دارن. و اما والدین با سبک فرزندپروری مقتدرانه، این والدین برای خونه و خانواده‌شون چهارچوب‌ها و قوانین خاص خودشون رو دارن، اما در عین حال به نیازها و خواسته های کودکشون هم توجه میکنن. با توجه به مواردی که گفتم به نظرتون شما چه نوع سبک فرزندپروری دارید؟ لطفاً برام کامنتش کنید.